که شما رفتین پیش دکتر حکیم الکوزی، دوایشان که تطبیق کردین چطور شد؟ سر حال هستن یا نه؟ اول خود سلام باید دکتر صاحب الکوزی، پروردگار عالم را عجز اکبر نصیبش کنه. حالتم بسیار خراب بود، حالت خانمم بسیار خراب بود. هر دوی ما رفتیم خوب بسیار مشکل و همین میگفت که دوا خلاص شده عذر میده و بالاخره با داخل رفتیم و یک ساعت تیر کردیم. بالاخره دکتر صاحب برآمدم خود دکتر صاحب الکوزی و 2 گیلاس آورد که 1 گیلاس از ایره ما برای خانم دادم و 1 گیلاسش به یک کس دیگه که او بسیار حالتش خراب بر از او و دکتر صاحب مرا گفت که تو خوب هستی. ما دکتر صاحب گفتم ما حالتم بسیار خراب است و همین فقط نیم ساعت میشد که مادرم فوت کرده بود و گفتمش و البته بیچاره ما را چوکیشان رفت و دوایی که در تقریبا فکر میکنم چای سبز بسیار تلخ بود و خودش هم قطره که از جیب خود کشید و 3 قطره برای من انداخت و تا فقط نیم ساعت بعد انشالله ایت شدم که بیخی فقط بود که دروغ میگم و حالا صحتمند هستم، گذره میتونم، گشته میتونم و بسیار خداوند هر اکبر نصیبش کنه. بدون کدام پرسپار، بدون کدام پیسه و بدون کدام مدعا و مقصد صرف میگه برای ما دعا کنید. زنده باشید. تشکر.